السلام علیکم تماشاگران محترم، با امید تنصیحاتی و خانه آبادی شما برنامه نوبتی کاشانه تقدیمتان می‌گردد. ما باوری داریم که از برنامه امروزه هم شما برای خود سودی خواهید گرفت. اشتراکی برنامه امروزه ما شهنازه جان. البته همه شما شهنازه بانو را لکه میشناسید. در واقع گفتنی هستم که قریب 20 سال می شود که شهنازه بانو با ما همکاری دارند و هر دفعه که این کس در برنامه اشتراک میکنند کوشش میکنند که با نمودهای گوناگون خوریش، طعام، شیرینیواری و تورت ها خاطر شما را شاد نمایند و امروز هم به فکرم شما میخواهید یک نمود تورت را و مخلصان ما پیشکش کنید. همینطور؟ بله، امروز من میخواستم برای مخلصان برنامه از سبزی تورت تیار کنم. خیلی خوب. و برای تیار کردن این تورت برای ما لازم است 75 گرم چهارمغز میده کرده، 250 گرم ارد، 20 گرم رزریخلی، 45 دانه تخم، 280 گرم شکر، 280 گرم سبزی، 2 دانه ماندارین و 170 گرم روغن رستنی. این چنین برای کریمش به ما 400 گرم قایماق، یک قوطی شیر قیام کرده شده لازم است. برای آرایشی روی تورت 200 گرم دیلاله و 400 گرم شیر لازم است. شهنازه جان، شما گفتید که تورت تیار میکنیم؟ بله. برای چی اینجا سبزی است؟ چون که ما از سبزی استفاده میبریم. نام تورت هم این چنین مرکوب یعنی سبزیگین میباشد. بینندگان گرامی، ما باری نخست در برنامه از سبزی تورت تیار میکنیم. برای همین هم برنامه ما رو با دقت تماشا کنید. مرحمت. من گفتم که در اول برنامه شهنازه همیشه کوشش میکند که یک چیزی برای شما پیشکش کند که خیلی عجیب است. امروز هم شهنازه بانو برای شما یک نمود تورت رو از سبزی، بیسکویتش از سبزی. بله. بیسکویتش از سبزی است. برای همین هم برنامه ما رو با دقت تماشا کنید. از چی آغاز میکنیم کار رو؟ اول ما باید سبزی و ماندارین رو از تروب تراشک گذرانیم. خودی ماندارین رو ما استفاده نمیبریم. پوستش رو توزه نمید؟ تنها پوستش رو؟ بله، پوستی ماندارین به ما لازم است. تنها 2 دانه ماندارین اینجا؟ بله، 2 دانه ماندارین. شما اینجا گفتید که تنها پوستش رو استفاده میبریم؟ بله، تنها پوستش رو استفاده میبریم. برای همین ما باید پیشکی ماندارین رو شوییم. توزه شوییم؟ بله. بعد از اون که پورا پوستی ماندارین رو از تروب تراشک گذراندیم، سبزی رو میگذرانیم. هیچ گپ نیست؟ آمیخته شود؟ نه، باید آمیخته شود. اکنون این رو بلالی خالی میکنیم. اینجا 3 دانه سبزی. بله. اکنون تخم رو با شکر لط میزنیم. اول 5 دانه تخم رو میشکنیم. سفیدیش رو از زردیش جدا؟ نه، جدا نمیکنیم. شما بیسکویت تیار میکنید؟ بیسکویت تیار میکنیم. در یکی از برنامه‌های مثلا روسیه نمیدونم در یک برنامه دیدم که زردیش رو از سفیدیش جدا کرده. بله، میتوانیم. سفیدیش رو در اول با شکر لط میزنند، بعد در آخر زردیش رو همراه کرده با میکسر لط میدهند. اگر ما بیسکویتی عادی کنیم میتوانیم با همین طرز تیار کنیم. از بس که بیسکویت امروزه ما غیر عادی است، ما باید با این طرز تیار کنیم. خیلی خوب، مرحمت. اکنون ما اول تخم رو لط میزنیم. دیدیم که تخم حجما زیاد شده، یک جای شد، ما شکر رو همراه میکنیم. یک بار هم؟ یک بار. ما لط میزنیم تا شکر آب شدنش و حجمش زیاد شد و سفید شد، میفهمیم که تیار است. تیار شده؟ تیار شد. شکر و تخم. اکنون روغن رستنی. بله. اینجا چند قدر؟ 170 گرم. 170 گرم.
در حقیقت غیر چشم داشته است چون که ما وقتی که بیسکویت تیار میکنیم روغن رو استفاده نمیبریم. در اینجا ما اگر روغن رو استفاده برده استفاده. باز یک بار لط میزنه. اکنون 250 گرم ارد همراه میکنیم. بینندگان گرامی همه‌اش رو نوشته گیرید. 250 گرم ارد، 170 گرم روغن رستنی، 20 گرم مواد کوک کننده. شکر چند قدر بود؟ شکر 280 گرم. 280 گرم. بله. باز یک بار لط میزنیم. در آخر چهارمغز رو همراه میکنیم. بعد سبزی رو. چهارمغز اینجا چند قدر؟ 75 گرم. 75 گرم. باز یک بار با میکسر لط میزنیم پور را آمیخته شود. کمی لط میزنیم با میکسر. بسیار لط دادن ممکنه. بله. اکنون ما از روی دید به 3 قسمی برابر تقسیم کرده یک قسمش رو به قالب میریزیم. یعنی 3 بیسکویت تیار میکنیم. 3 بیسکویت تیار میکنیم. بله. شما البته از روی دید میدونید که ما باید این رو به 3 قسم تقسیم کنیم. بله. پیشکی ما باید تفتون رو گیران کنیم. انا یکم قسمش رو تیار میکنیم. بله. قسم یکمش رو تیار میکنیم و باید از روی دید فهمیم که تا اینکه 3 کورش یک خیل باشد. بله. تو کدام لازم است به فکر من؟ به هر طرفش یک خیل تقسیم میکنیم. نکن هم ماشین همی خیل برابر باید تقسیم کنیم. باید تقسیم کنیم. بله. اینجا با سبزی رو که استفاده بردیم و باید همی خیل کنیم که پستو بلند نشود. پستو بلند نشود. بله. اکنون این رو به تفتون میگذاره. تفتون گرم بینید؟ بله. تفتون گرم شده است. میمونیم که 15-20 دقیقه پزه. با همین طرز 3 بیسکویت رو میپزیم. تو پختنش ما میتونیم کریم؟ نه نمیتونیم، برای اینکه ما باید 3 بیسکویت پزیم. بعد از اون کریم رو. بعد از اون کریم تا خنک شده. خیلی انتظار میشویم. شاهنوزه جان. بیسکویتی آخرینم تیار است. باید از تفتون براریم. زیادتر کنیم میتونیم 4 دانه میتونیم. از خواهش خودی کدبانو وابستگی دارد. میتونیم باز محصولات رو زیادتر کرده کلانتر کنیم. از خودی کدبانو وابستگی داره. بیاید اکنون تا خنک شدنش ما کریم تیار میکنیم. کریم رو چخی که پیشکی گفته گذاشتیم 400 گرم قایماق و یک قوطی شیر قیام کرده شده لازم است. بله. اینجا 400 گرمه. 400 گرم قایماق. با قایماق فکر میکنم که همین کریمش بسیار بامزه میشه. بامزه سبک خور میشود. بله. و خودش هم تیار کردنش وقت زیاد رو نمیگیرد. اکنون من قایماق رو لط میزنم، شما به من شیر قیم کرده شده میریزید. بله. همش رو یک بار نیو با یک قاشق یک قاشق. بله. تا اون وقتی که لط میزنیم کمی سخت شود. کمی سخت شود. بله. باید بسیار سخت نشود برای اون که تستر بیسکویت جبیده میگیرد.
یعنی کریم رو باید به خودش جابیده گیره. خیلی که میبینید کاغذش رو ما نکندیم برای اینکه بیسکویت بسیار نازک است و اگر کاغذش رو گیریم دشوارتر میشود کار کردن با بیسکویت. اکنون با این کریم میکنیم. به هر قبطش کریم میکنیم. بله. ما باید من خنک کردن لازم است خنک کنیم همین هر یک بیسکویت رو ما باید خنک کنیم. بله. اگر گرم باشد کریم آب می شود. کریم آب می شود. این رو هم با همین طرز و همه طرفش برابر تقسیم میکنیم. پیشتر ما کریم رو از روغن مسکه میکردیم. چخه که پیشتر گفتیم این کریم خوردنش سبکتر است. وقتی که با روغن مسکه ما کریم میکنیم خوردن اون کمی وزبین‌تر است. و من کریم رو وقتی که با روغن تیار میکنم خوب میشد که در فصل زمستان. بله. اکنون قبط سیمش رو میگذاریم. اینجا بیسکویت با سبزی. شاید نه همه کس در اول ما رو تماشا کرده باشند بینندگان گرامی. کسانی که نوکک به نزد آینه نیلگون نشستند ما امروز بیسکویت رو از سبزی تیار کردیم. بله بله از سبزی. بیسکویت ما هم سبزی دارد و هم چی؟ هم چهارمغز دارد و هم پوستی ماندارین دارد. اینجا باز ما شیر هم داریم. برای آرو دادن ما از کریم دیلالا و شیر استفاده میکنیم. این مخصوص کریم دیلالا هست. اکنون برای آرویش دادن ما دیلالا رو با شیر میزنیم. چند قدر اینجا شیر؟ 2 استکان. برای آرو دادن ما از خلطچه و قالبچه های مخصوص استفاده میبریم. خیلی گلچه های مایده سفید میمانیم. بله. باز دیگر رنگ میکنیم. بله. اول ما با گلچه های مایده سفید تورت رو با پررگی روی پوش میکنیم. بعد ما میتونیم از بالایش گل های رنگ گذاریم. اکنون از فانتزی هر یک کدبانو وابستگی دارد. بله. آرو دادن تورت. بله. اکنون ما با کریم کمی رنگ مخصوص گلابی همراه میکنیم. باز لط میزنیم. این کریم رو هم با خلطچه گرفته
و جای خالی که برای رنگ گلابی مونده بوده میگذاریم. باز تورت رو آروم میدهیم. بله. آمد. تشکر میندار هستیم از اشتراک شما در این برنامه و باوری کامل دارم که از این برنامه تمام مخلصان ما برای خود سوده گرفتن و حتما چنین تورت رو در خانه تیار میکنن و مینداره خود را و شما هم میرسونن. سلامت باشید، دستتون درد رو نبیند و ما همیشه انتظار هنرهای شما هستیم. بینندگان گرامی، هر کسی که هنر داشته باشد مرحمت به استودیوی کوشونه، ما نیاز به هنرهای شما داریم. خیر، در همین جا به برنامه خاتمه بخشیده به همه شما سربلندی و خانه آبادی تمنا داریم. هفته آینده در همین وقت و ساعت ما تهیه‌گران برنامه شما را انتظار هستیم. خوش باشید.